سلام دوستان، خوش اومدید به چنل مستر کیریک. من ایلیا هستم و آمدیم توی این ویدیو برای این اتاق کار که نمیشه گفت این یه بخش نیمچه کاری بتونم یک یه تهویه‌ای بذارم که مثلا اون دود هویه که اونجا هستش نیاد تو نفس و حلقمون خفمون کنه. خب میخوایم یه تهویه براش درست بکنیم و با اون آرمیشری که اونجاست اون حالا نمیدونم کار میکنه یا نه، چون تو ویدیو قبلی مثل اینکه سوخته، حالا کار نکرد یه چیز دیگه براش میذارم. خلاصه مهم یه تهویه براش بذاریم که خفه نشیم اولندش، دلیلش اینه و همین. خب خیلی هم عالی، حالا بریم که درستش بکنیم. خب دوستان، وسایل لازم همینا هستن. سیم نازک، ترجیحاً نازک باشه بهتره، کلوف نباشه. سیم نازک، باتری، افزاینده، دکمه، موتور و یه دونه این پلا. آره یه دونه این پلا. این وسایل کجا ببینید میخوام این رو خب دوستان، ما نیاز به اینها داریم. متاسفانه صافشو نداشتم، صافشو تموم کردم، برای همین مجبوریم از اینا استفاده بکنیم که یک عدد جوشی شارژی. مثلا جوشی شارژر رو دست خودم ساختمش. حالا بعدا میتونم آموزش رو بذارم. حواسم نبود این پیشش ریز بود، یعنی این سریش ریزه، باید سریشو بذار برم سریشو عوض کنم. یا خب سریشو عوض کردم، حالا بریم کارو بزنم. خب این اصلا بوده شد، این بویی بوده چه این بویی. خب یک ولی فاندسی جوی زیرا موقعی سواری فاندسی شما شده درسته اجازه داره نه. این از اینشو ساختیم که فکر کنم ارتفاع خوبی هم بهمون بده. افتید اینطوری. آره ارتفاعش خوبه. قشنگ من هویه رو چون اینجا میذارم، بعد اینو اینجا بذارم که دود هویه بره از این و این ولی بشه، نیاد تو صورتم. آره خب بریم اینجاشو من به این میزه وصل بکنم. اینجاش نمیتونم فیلم بگیرم، خیلی بد قلقه. خب دوستان، این از این با یه دونه پیچ خودکار به اینجا وصلش کردم، خیلی هم خوبه. حالا باید یه چیزی مدلی شکل بذارم که اینو من روش بذارم به این صورت. بعد بریم دوباره میرم دوستان پیدا کردم این یه دونه اینا میذارم اینطوری. این مهرش هم اینطوری میارم که مهره مار داره. وای چند نمکم. نه اینو نباید اینطوری بذارم. الان دلیلش هم بهتون میگم که چرا من نباید اینو پیشو به این صورت بذارم. اینم افتید. پیشو من باید به این صورت بذارم به دلیل این که اگر من اینو اینطوری بذارم پره گیر میکنه به اینجا. خب به خاطر همین پس اینو پشتش میذارم که اینو اینطور بذارم. خب پره گیر میکنه بهش. جا دیگه دو تا پیش دارم. خب بریم اول سیم کشی موتور رو انجام بدیم، یعنی برگیم سر کادر اولیه و سیم کشیشو انجام بدیم. دو تا سیم داریم، ما اینجا دو تا سیم داریم. چون من حوصله ندارم با سیم چیزش بکنم، اینطوری لختش میکنم، سریعتر و راحت‌ترم هست. این بخواد خیلی سریع و راحت بشه استفاده می‌کنم فهمیدید با این خب اینه مثبت.
به مثبت وصلش. خب این از این. حالا بابت این دوتا رو توی مدارش قرار بدیم، یعنی اینطوری یه ما اینجا میزنیم که وقتی با قلب چیز میشه راحت بگیره. نگاه کنید، فوکوس کن. اصلا فوکوس نمیکنه وگرنه گرفته. خب اینم از، یعنی این مداری که من درست کردم به این صورت میاد اونجا. خب این از این. حالا ما باید بیایم به باتری سیم لاین بکنیم، یعنی این. خب که امیدوارم بابام ناراحت نشه که دارم این باتری رو برای این کار استفاده میکنم. امیدوارم ناراحت نشه. بابا جان ببخش دیگه دارم انجام میدم. سیم از اینجا قطع میکنم چون سیم زیاد درازی نمیخوام، همشو توی اون پایه وصل میکنم. اگر هم مجبور شدم درازش کنم بهش اضافه میکنم. خب هر چیزی خب ما اینو قطع میکنیم به این دلیل که ما اگه اینو لختش بکنیم و اینم لختش کنیم. این برای دکمه است، یعنی ما اینجا یه دکمه قرار میدیم. دوستان توجه داشته باشید که ما باید لحظه‌ای روی دکمه لاین کاری کنیم. چرا؟ چون این پلاستیکش ضعیفه، ممکنه ذوب بشه، دکمه‌تون خوب کار نکنه. باتری هم همینطور، باتری رو باید چیزش کنید. حالا چون باتری این فلزی که روشه راحت قلب‌پذیر نیست، ما این یه دونه ماده این مدلی شکل داریم، راحت میتونید عکسش رو بگیرید. خب این ماده جوریه که میتونین سختی که خیلی سخت لعین میشه رو باش لعین بکنید. حالا من اینو یه خورده دیگه استفادهش کنم، الان نه، الان داریم دکمه‌شو چیز میکنیم. الان شد اینطوری. دوستان تو فکر فرو رفتم و با خودم گفتم خب من با 2 تا باتری قلمی بهتر میتونم این کارو انجام بدم. خب اینا طبیعی بشه. خب اگه دوش اوکی نبود میرم باتری عوض میکنم، بعد نتیجه رو میبینیم. این باتریایی بود که دم دستم. دوستان متاسفانه مثل این که خیلی ولتاژش کم، برم ولتاژش ببرم بالا، یعنی یه باتری جدید بذارم میام. خب دوستان ولتاژ عوض کردیم، کار کردیم، باتری رو نو کردیم، کار کرد. وایسید دورش هم بهتون نشون بدم.
چون یه قسمت وصل کردنش آخرش من بهتون نشون میدم. اینطوری میشه. البته این الان یه مشکلی که داره بادو میده تو و بادو بکشه داخل که وایسید الان اینم اوکیش میکنم با دکمه خاموش روشن. تمام شد. من برم این نسیماشو جابجا کنم الان میام. خب دوستان اوکی شد. الان اوکی شد. الان بادو میده تو، یعنی باد اصلا نمیده، بادو میده تو. خب من برم اینو مدار رو وصل کنم به اونجا، بعد میارم نتیجه کارو بهتون نشون میدم. خب دوستان من تنظیمش هم کردم. الان شما رو آوردم توی این کات، این سره ببینید و اگر من اینو بکنم توی این، میبینید اگر معلوم باشه دودو داره هول میده، میخوره دودو.